سلام رفقا، اگه میخواین تا هالو نایت 6 رو شروع کنین و مثل من نمیخواین سر اولین باس یا اولین مرحله 10 ها باد بمیرین، این ویدیو مخصوص توه. تو این ویدیو مرحله به مرحله میریم سراغ همه چیزهایی که باید قبل از شروع بدونید، از کنترل ها، نقشه ها، آپگرید کردن چارها و حتی اینکه چطور تو محیط گم نشید. پس تا آخر با من بمون. بخش اول، کنترل ها و حرکت. بازی یه مترویدونیای سخته، یعنی باید زیاد بگردی و هی جلو و عقب بری. کنترل ها ساده‌ان ولی مهمه که همون اول بهشون عادت کنید و قدرتشون رو پیدا کنید. دکمه اول دکمه جامپ یا پرش، این کلید برای پریدن از توی موانع ساخته شده در واقع. حرکت دوم حرکت دش، حرکت سریع به سمت جلو. بعد از اینکه آزاد بشه یکی از مهمترین و با ارزشترین حرکاتیه که تو کل بازی استفاده میشه. حرکت اتک، هورنت معمولا با نخ و سوزن یا همون نیدلی که دست کاراکتر اصلی هست مبارزه میکنید. و حالا میرسیم به حرکات ویژه. وقتی که یه چیزی به نام نخ جمع میکنید که جلوتر براتون توضیح بدم چی هست، جمع میکنید، میتونید باهاش هم جونتون رو کنید هم ضربات خاصی بزنید. توصیه: از همون اول روی زمانبندی، پرش و جا خالی تمرکز کنید. این کلید زنده موندن. خب حالا بریم سراغ یکی از مهمترین چیزهایی که اول بازی ممکنه متوجهش نشید. نیمکت ها همین جاهایی هستن که میتونید روش بشینید و این کار چند تا کاربرد مهم داره. کاربرد اول، ذخیره بازی، سیو پوینت. هر وقت روی نیمکت میشینید بازی به صورت خودکار ذخیره میشه، یعنی اگه بمیرید یا دوباره وارد بازی بشید از آخرین نیمکتی که روش نشسته بودید ادامه میدید. نکته دوم، پر شدن جون یا همون هیلینگ. وقتی روی نیمکت میشینید جون شما به طور کامل پر میشه. این برای مبارزه های سخت خیلی کاربردیه. تعویض چارم ها همون آیتم های خاصیه که قدرت ها و قابلیت های شما رو تغییر میده، اما برای عوض کردن یا در آوردنشون باید حتما روی نیمکت بشینید. و از همه مهمتر چک کردن نقشه. تازه کارها معمولا گیج میشن که نقشهشون چرا آپدیت نمیشه. راز ماجرا اینه که وقتی نقشه جدید میخرید یا مسیر جدید رو باز میکنید روی نیمکت بشینید تا نقشه آپدیت بشه. خلاصه هر وقت نیمکت دیدید حتما بشینید. اینجوری هم بازیتون ذخیره میشه، هم جونهاتون پر میشه، هم میتونید قدرت هاتون رو مدیریت کنید. خب دوستان عزیز، اگه تا اینجای ویدیو اومدید و از ویدیو خوشتون اومده، خواهش میکنم ویدیو رو لایک، سابسکرایب و از همه مهمتر برای کامنت بذارین که علایق شما رو بدونم و دفعه بعد با ویدیوهای جذابتر به سراغتون بیام. بخش دوم، نقشه و راه پیدا کردن. توی هالو نایت 6 مثل نسخه قبل نقشه بازی از اول کامل نیست. باید شخصیت کارتوگرافر یا همون نقشه کش رو پیدا کنید و نقشه هر منطقه رو ازش بگیرید. بعد از خرید تازه مسیرهای کلی مشخص میشن. برای جزئیات بیشتر باید توی میپ بچرخی و کشفش کنید. از اون طرف یک خرم مخصوصی وجود داره به نام کویل که اون هم لازم داره تا نقشت آپدیت بشه و بدون اون راه‌ها روی نقشه ثبت نمیشن. پس اولویت اول توی هر منطقه دنبال نقشه کش بگرد، چون بدون نقشه بازی تبدیل میشه به یک کابوس. بخش سوم، مبارزه و استراتژی. هورنت سریعتر از نایت عمل کنه، اما ضرباش ضعیف‌ترن. دشمن‌ها توی این نسخه خیلی باهوش‌ترن، یعنی الگوهای حمله پیچیده تری دارن. اصل برای مبارزه: اصل اول، صبر کن، الگوی حمله رو یاد گیر. اصل دوم، عجله نکن. یک ضربه دقیق بهتر از 10 تا ضربه اشتباهه. و از همه مهمتر همیشه جاخالی رو اولویت قرار بده، نه حمله رو. بخش چهارم، نخ و درمان. رسیدیم به همون بخشی که قولش رو بهتون دادم. سیستم سلامتی و انرژی این بازی بر پایه سیلک یا نخ کار میکنه. نخ رو از دشمن‌ها میگیری یا با ضربه زدن پر میشه. میتونی از نخ برای دو چیز استفاده کنی. اول هیلی و پر کردن جون. مثل نسخه قبل باید وسط مبارزه
سریع تصمیم بگیری، یا میتونی حرکات ویژه انجام بدی، یا میتونی سریعا جونت رو پر کنی. نکته طلایی، همیشه یه مقدار نخ ذخیره کن، چون اگه همه رو خرج حمله های ویژه فریم و وسط بازها جونت کم بشه، عملا شانسی برای بینیسی نداره. و میرسیم به بخش پنجم، چارم ها و شخصی سازی. چارم ها مثل مدال یا آیتم هایی هستند که شخصیتت رو تقویت میکنن. 3 دسته اصلی وجود دارن. چارم های اول چارم های دفاعی هستند که کمک میکنن جون بیشتری داشته باشه. چارم های سری دوم چارم های هجومی هستند که باعث تقویت قدرت حمله میشن. و چارم های بخش سوم چارم های حرکتی دش هستن که باعث میشن در دش کردنتون و دش کردنتون سریعتر و حرکت و چارم های بخش سوم چارم های حرکتی هستن که باعث دش های سریعتر و پرش های بلندتر میشن. و پیشنهاد من برای تویی که تازه کار هستی اینی که حتما اول روی چارم های دفاعی تمرکز کن. هر وقت قلق بازی کامل دستت اومد، برو سراغ چارم‌های هجومی برای سرعت بیشتر. بخش ششم، منابع و پول. توی بازی یه سری آیتم و سکه جمع میکنی. اینا واحد پول اصلی بازی که اسمشون هست کارنسی. میتونی ازشون برای خرید نقشه، چارم یا آپگرید استفاده کنی. حواست باشه پولها بعد از مرگ ممکنه از دست برن، پس همیشه بخشی از منابع رو خرج کن و نگه ندار. بخش هفتم، دشمن‌ها و باس‌فایت‌ها. هر منطقه پر از دشمن‌های خاصه، بعضی ساده اند، بعضی خیلی سریع نابودت کنن. باس‌فایت‌ها نقطه اوج بازی هستن. قبل از ورود به اتاق گاز حتما نخ و کن، چارم مناسب انتخاب کن، چند بار نفس بکش، چون باس‌ها به اون اندازه راحت نیستن. مرگ توی این بازی بخشی از روند یادگیریه. هر دفعه که می‌میری یه چیز جدیدی یاد می‌گیری، بنابراین از مردن نترس و هیچ وقت هم ناامید نشو. بخش هشتم، استراتژی کلی برای تازه‌کارها. همیشه محیط رو کامل بگرد. اولویت رو پیدا کردن نقشه باشه، مدیریت نخ و منابع رو جدی بگیر و بعد هم مهمتر به مرگ به چشم تمرین نگاه کن، نه یه شکست. خب رفقا، این بود از راهنمایی هالو نایت سیلد برای تازه کارها. الان میدونی چطور حرکت کنی، از نخ استفاده کنی، چارم مناسب بگیری و توی محیط گم نشی. امیدوارم این راهنما کمکت کنه که دفعه اول خیلی کمتر اذیت بشی. و حالا اگه از این ویدیو خوشت اومد، حتما لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن، چون توی ویدیوهای بعدی میریم سراغ بازسایت‌ها و رازهای مخفی بازی. از همه مهمتر، بازی‌ها و کانتنت های مورد نظر خودتون رو برامون کامنت کنید که بتونیم بهتون کمک کنیم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.